هدرسفیلد. او توتی اصلی. درست گفتم. پشمام میزش که اصلا پک هنوز سلام بچه‌ها، چطوری؟ من راد هستم. خوش اومدین به یه ویدیو جدید که بچه‌ها توی این ویدیو قراره بریم همونطور که توی تامنل و تایتل دیدین با رونالدوی توتی گیم پلی بریم. خب تو تایتل هم زدم واقعی به دلیل اینکه خب واقعا قرار باش گیم پلی بریم و اینکه خب همونطور که میدونید من رونالدو توتی رو پک نکردم. پک اوپنینگ قبلی اون قشنگ براتون از سوال بشه که از کجا اینو آوردین و کوین کافی هم نداشتم که بخرمش، ولی یکی از دوستام به اسم رادین پک کرد رونالدوی توتی و حتی شما اگر ویدیو اینستا رو هم دیده باشین یه کامنت گذاشته بودش که تنها توتی که از ای میتونم بگیرم این کارت های برنز و ایناست، که دقیقاً از بعد از همون ویدیو دو تا توتی پک کرد. خب دو تا توتی خیلی خوبن، تیمش الان خیلی خفن شده و من میخوام برم براش ویکند لیگ بزنم. پشمام رونالدو زدم. وای رونالدوی توتی دبلیو ببینم از تیم خفنش شدش. و اینکه بچه‌ها بعد از ویکند لیگ قراره بریم یه پک اوپنینگ خیلی خفن هم داشته باشیم و همونطور که می‌دونین شانس یا همون پک این اکانت خیلی بالاه، پس به احتمال زیاد شاید یه توتی هم زدیم. همین تا آخر ویدیو رو نگاه کنین. و اینکه ویکند لیگ رو که تموم کردیم 5 بازی اینا رفتیم، بعدش میریم سراغ پک اوپنینگ. اگه بریم سراغ این ویدیو لایک ساب فراموش نشه، بریم سراغش. داشته باشیم 5-4 و اینکه سال پیش رونالدوی توتی کارتش از این خیلی خفن‌تر بود. الان رونالدوی توتی واقعا دیگه مثلا سال پیش کم 10 اول لفینگ میتونه بازی کنه. پشمام یادم نمیاد کارت رونالدو غیر از کارت تا داره. اینکه الان مثل سال پیش نیستش پلی استایل ها و جای 2 تا 3 تا داره. خب آکروباتیک معمولیه ولی دیگه گلش مقابل من یوونتوس که من از اونجا واقعا عاشق رونالدو شدم و به فوتبال انگار اینم از صوتی دوم که بچه‌ها بهتون گفتم رناردی که 1,070,000 و واقعا از اونجا که قدش خیلی بلنده واقعا داشت از دفاعی مرد هستش. واقعا نیست اصلا اونجوری نیستش که بگیم مثلا چون خانومه مثلا درد نمی‌خوره، ولی واقعا با بقیه کارت‌های دفاع وسط میشه این حرف زدش. و اینم شد از تیم که الان ساختم که تعویضی خیلی خفن نداره، ولی خب مشکلی بعید دونم داشته باشیم چون که تو همون فکر کنم چیز اصلی بتونیم تمامش کنیم. بازیکن اصلی واقعا بعید دونم نیاز داشته باشیم. خودش هم کوالیفای رو رفته و برای ما فقط این چیزو اومده نگه داشته ویکند اصلی که اینکه بریم ببینیم دیگه، بریم ببینیم چطور میشه. امیدوارم دی سی هم نشیم، سرور خیلی شلوغه، امیدوارم دی سی نشیم. و اینکه حالت تیم داشتم اسکواد باتل بازی می‌کردم، منو از پرت کرد بیرون. الان دیگه اندیگ امیدوارم اتفاق بدی نیفته، صدا امیدوارم اوکی باشه. دیگه واقعا مشکل صدا رو نمیخوام بپذیرم. چه کیتای کلاسیک خفنی پشمام. بریم تیم حریف رو ببینیم که خب نشون نمیده دیگه، نشون نمیده. میکروفون یه ذره تو مخه دیگه کارش نمیشه که جو اول پس خب اینجا حریف لفت دادش که خب خیلی حرکت عجیبی بودش، میگه خب 0-0 بودش و اینکه حالا اگه تو می‌خواستی 0-0 لفت بدی حداقل یه گل می‌زدی که برای من وین حساب بشه دیگه. ولی شما وقتی 0-0 لفت میدی اینجوریه که برای من هیچ بازی انگار حساب نشده، هیچ بازی نکردم و اون طرف براش باخت حساب میشه ولی برای من برد حساب نمیشه، که از قصد این کارو کردش که واقعا دیگه این کار اشتباهی جدی دیگه. اینجا منم برای اولین بازیه که میدارم با پرسیژن بازی میکنم، یعنی اولین بازی مهمه و اینکه خب پرسیژن واقعا خیلی چیز خفنیه ولی خب من خیلی بهش عادت ندارم، ولی دیگه این اولین بازیایی که میخوام بازی کنم و بریم ببینیم چی.
اینکه اونجایی که من رفتم دارم تو اکانت دوستم بازی میکنم، کلا تنظیمات با تنظیمات دوستم دیگه، برای همین پرزیشنم رفته بود. میگه من هی سعی دارم اون دوربین اصلی که خودم باش بازی میکنم پیدا کنم و اون دوربینه هی نمیاد، هی دوربینه بد و عجق وجق میان و کلا خب وقتی دوربینم بده بازی خیلی سخت میشه، مخصوصا اگه بهش عادت نداشته باشی. مثلا این دوربینم از اون دوربین نیست و این دوربین هم خیلی خوب نیستش برای من. اینجا هم گل اول با رونالدو زدم و اینکه بچه این آخرین بازیه که صدام نیستش و حالا بازی بعدی صدای خودم تو ویدیو برمیگرده. خوبی پرسیژن واقعا همینه دیگه. شما ببینید با وینی گلد که حتی فینس پلاس هم نداره چه فینسی من میزنم، مثلا گوشه ترین حالت ممکن. این واقعا مطابق همون پرسیژنه که شما مثلا میتونین هر جور میخواین شوتتون رو بزنین که واقعا وقتی فینس هم نباشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. کلا این امسال این حرکت نرف شده و این حرکت دیگه واقعا نمیشه دروازه‌بان رو یه جوری دریبل کردش، ولی خب خدا رو شکر من از صحنه پنالتی گرفتم و اینجا هم اسکات رفته پشت توپ که آقا بیا کنار، جا برای رونالدوه. اینجا هم چون شما 10 تنشه اونو خیلی توجه نکنین، رونالدو همون شماره 7 و توی دروازه رونالدو هتریک که نکنه دبل کردش، چون یه گل هم وینیسیوس زدش و بنازم بازی 3-0 هنوز نیمه اولم نشده. اینجا الان مثلا من نمیدونم واقعا چرا داره رکورد نمیکنه صدام و من کلی دارم حرف میزنم تو اون بازی اول و اونجا که بازی اول خیلی دارم حرف میزنم و همش هم حواسم داره پرت میشه. اینکه همون اونجایی که الان کامبک هم خوردیم، گل 4 هم خوردیم، واقعا دلیلش همین بودش که من هی حواسم داشت پرت میشد، هی داشتم سعی میکردم که با شما حرف بزنم، بعد داشتم رکورد میکردم، حرفم میزدم، بعد بازیرم شل گرفته بودم دیگه، چون 3-0 جلو بودم، طرف میگفتم حتی میخواد لفت بده، بازیرم شل گرفتم، حواسم به چند جا بودش و واقعا کامبک خوردم. اگه حریف واقعا حریف ایزی بودش و اصلا حق من بودش ببرم، اصلا نباید از دارم میباختم و خیلی مسخرم حتی باختم واقعا. به بابا بنازم یک واقعا وقتی حواسم بیشتر رو بازی جدی خوب بازی. نه من اون گلم بخاطر پریسیژن نزدم.
موو داد آجی، با اینکه موو داد ولی با پریسیژن گل شد. پشمام جدی پشمام. با اینکه موو داد ولی با پریسیژن گل شد. اون بازی قبلی هم هنوز دارم فشار میخورم. 3-0 جلو بودیم، جدی حقمون بود ببریم. بنازم 3-1. بازی قبلی مثلا اگه اینجوری بازی میکردم مثلا برده بودیم. مسخره بازی قبلی جدی حریف به درد نمیخورد و خیلی بازی ایزی بود. البته همین هم میتونیم دوباره کامبک بخوریم ولی نه نمیخوریم. یه دیگه میخوام با پریسیژن گل بزنی یا رونالدو. ببین پریسیژنش بودش اصلا نفهمیدم ولی فکر پریسیژنش نبود. من ندیدم، داشتم دقت میکردم به اون شوت‌های خفن. شاید خیلی هم دفاعم خفن نباشه ولی گلریم و دروازه‌بان موو دادن هم خفنه. کامل لفت داد. بله لفت داد و این اول رو گرفتیم. دوست دارم این حرکت یه بار بکنم. تیمش بده ولی اهمیتی نمیده. تکون ندیدم، حواسم نبود ولی برای ما اهمیتی نداره. ما میگیم برای برد. بیل توتی ویلیامز زیدان هرناندز. یه آردا گولر شد دیدم که هم ترکیه بازی کرده. اگه ترکی نباشه وجودشون آردا گولر رو نمیگم. اوه شیت بازم دوباره پوزیشن رفت ولی خوبه که گل زدیم. اون دو تریکستر هم داره. تریکستر چیز کنیم بعد فوت بزنیم. بازیکن آوردم ببرم پاش نشد، نیومد. خود بازیکن نیومد. چی کار میکنه؟ چی کار کردش؟ دیدین چند نفر رو محو کرد؟ پشماجی. با به این مسی فن میاد رونالدو توتی میده. دوست دارم این مسی فنه. بعد منی که رونالدو فنم
بنازم. حاجی رونالدوش اصلا چه استارتی، چه دریبلی، چه شوتایی. البته که اگه پوزیشن نبود هم گل نمیشد، ولی در هر صورت اصلا وای خیلی دارم عشق میکنم. اول خودش میزدم. وای پشیمون. وای با بازیکن که فینس نداره چی زدم. خوبه. زرد داد یا نه؟ این قرمز بود فکر کنم. آره دیگه قرمز بود داد. میارزید. امیدوارم البته. چه بازی 3-2 من چرا فکر کنم 3-1 هنوز. اوکی بذار یه گل بزنیم پس. حساس شد دیگه. خوبه. 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 به 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 به. فکر کردم میخوام به رونالدو بدم، اومدم کشیدم این بر پاس دادم گل. توی دروازه 10 نفره به گل میزنم. بزن. سود و زد. بازی دومو 4-2 بردیم. الان دیگه من بقیه بازی‌ها رو میکنم ولی دیگه رکورد نمیکنم و اینکه بریم برگردیم. نه نمیده مگر اینکه از اون اتکرها بده. خب بچه برگشتیم با جوایز ویکند همراه اسپیسی امروز و همچنان 85% اتکی، 85% دیفندر و 85% میدفیلد. حالا اینجا اول از جوایز ویکند شروع کنیم. اول یه 82/10. چقدر شبیه گولیته. چند وین آوردی؟ آسون بود ولی تو رکورد سخت بود برام. اینا 87. اوه این میتونه خوب باشه. نه گهیه. گهیه. آره. یافه حال میکنی؟ بدک نیست داره ولی رنالدش خیلی خوبه ولی من هنوز با چیز بازی نکردم با هالند. خیلی به همه زیاد میده هالند. اونم هم چجوری هنوز خیلی گرونه. 1.5 میلیونه خیلی به همه زیاد میده. 80/10. اینا که واقعا توتی حتی واکاوت داد خوبه. اینا که حتی توتی نمیده ولی اگه بخواد اوه فودن داد. داش 80/10 واکاوت نمیده. 80/10 واکاوت داد. یه فکت درباره این پک اینه که تو این پک 8 تا توتی میتونه بده. مثلا فکر کنم 5 6 تا تیم آف دی و کلا 30 تا گل. یعنی شانس این پک از پکای استور بیشتره. حالا ببینیم که دست میگیره گل بده. خوبه. دست میگیره گل بده که این اوسیمنه. آره. مثلا انقدر دیگه پک باز کردم بازیکنان رو حفظم از رو چهره واقعا.
دوبل واکاوت هم نبود. برو عشق کن. دوبل واکاوت هم نبود. اینم واکاوت داد. من دقیقا همین پک زدم واکاوت نداد. این کیه؟ کانسلوه. نه ولی بین این همه میتیک گفتم حس میکنم بنماتیه. پشمام حاجی. اینو من زدم البته. پشمام. منی که هر روز اینا رو میزنم و هیچ چی نمیده. خیلی داره بهت فودر خوب میده. من 83 دلار 10 میزنم بهم 84 میده. 2 تا 88 سر پک. اصلا من اونجاش پشمام ریختش که اصلا پک هنوز وای آنربله. آها گووین. بابا من آنربل نمیده. من تا حالا یه دونه آنربل هم پک نکردم. چقدر سفیدی تو. چقدر سفیدی. من تا حالا یه آنربل هم پک نکردم. پشمام حاجی. ببینیم کارت بررسی بکنیم. بگونه 5 میلی. خب شام چی میخوای بدی جایزه؟ کارت 87 نداشتی تو تیمت. کارت 97 ببخشید. کارت 97 نداشتی تا حالا تو تیمت. نکن ترکیب دیگه عوض کنیم. خدافظی. خب نه داشتی میگفتی شام داری چی میدی؟ نه حالا الان بگو. داش اصلا بعد جدی باید با این ترکیب بازی کنی. جدی این ترکیب خیلی بهتره. حالا شاید سالمان نه. بخش شاید وینیسیوس نه ولی چیز واقعا دیویس رو باید بذاری. این دیویس رو نذاری واقعا اصلا اهمیت نداره. پشمام موجی چه تیمی برات درست کردم. همه کار اوکی. بونماتی از همه اینا غیر از رونالدو گرونتره. پشمام ریخ. هر کی ویدیو رو ببینی فکر می‌کنه من اومدم ریاکت کردم. هنوز پک باز نشده بود. توتیو دیدم گفتم اسمم بونماتیه. میدفیلد بدتر از بونماتی خیلی داریم. مثلا پالمر از بونماتی بدتره. ریتن از بونماتی بدتره. رودری هم گیم پلیش خیلی خفن نیست. بلینگام هم حتی خیلی گیم پلیش خفن نیست. یعنی از نظرم بین اونا بهترین پوتیاس بعدش بونماتی. بگو الان جایزه میخوای چی بدی؟ بگو داش جایزه چی میدی؟ داداش دیگه بازیکن گفتی بالای 1 میل. من برای 5 میل بازیکن زدم. جدی نه من اصلا اونجای جدی پشمام ریختش که اصلا پک باز نشده بود. من گفتم بونماتی اصلا چه جوری. عجب تیمی شد جدی. بذارین یه آیکون میبندیم برمیگردیم. بچه‌ها برگشتیم با آیکون. و اینکه آیکون رو میخوام براتون رولت کنم و رولت سری میخوام بکنم. نمیخوام خیلی طول بدم ولی در صورت میخوام رولت کنم دیگه. همینه که بعد برای رولت این پشت خودم استفاده میکنم. بزرگ میکنیم. صورت من سفید کرد چون مانیتور رو سفید کرد. خب میزنیم اینو. بعد اینو میکشیم اینجا. میزنیم ریویلال بشه. هر تا همزمان با هم ریویل شدن.
خوشت دیدم اولیو دیدم. اولی داگلیش بودش. بذارین آره چرا اینوریه یه ذره حالت چیز نیستش کرفتور چرا کارتا صاف نیستن. سلاید این فکرم ایتالیاییه بارسی مارسیه. پشما دروازه‌بان عالی 3 تا بیس. نه یاشین اومد برداشت 3 تا کارت بیس بهتر از این نمیشد. من میدونستم بد میده. من تا حالا از آیکون از اول سال هیچی خوب نزدم. از هیرو هم واقعا هیچی خوب نزدم. داشت اصلا چه اوورالی بخوای حساب کنی چه قیمت بعد یاشین رو برداشت. گلیشو من بردارم تو میخوای مثلا جا رونالدو بازیش بدی؟ معلومه دیگه. ببین کلابو برات خالی کردم ولی بجاش یک یاشین آوردم و یه بنماتی. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. امیدوارم از گیم پلی لذت برده باشین و توی 10 تا یا شاید کمتر از 10 تا پک براتون یه دونه توتی 4.5 میلیونی هم زدم دیگه. اصلا عالی شد دیگه. یه جورایی میشه گیم پلی رونالدو به همراه یه بازیکن 4 میلیونی. اگه مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین لایک حساب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ. البته که دیگه ویدیوی توتی قرار نیست داشته باشیم چون ایونت توتی تمام شد و همین الانش هم به اندازه کافی کلی ویدیوی توتی گذاشتم و خب خیلیاتونم یعنی چون من که کانتنت کریئتور فقط فیفا نیستم خیلی هم دوست ندارن ولی خب من باز به عشق و علاقه خودم میذارم از التیمیت تیم برای اونایی که دوست دارن. من که مرسی که اینجا ویدیو رو دیدین لایک فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا